موقوف مونده لیگ اولی مملکت که در آن دسته‌های استقلال و اصولات در میدان بازی مهم همچنین فکر دارم با خوجان هم هست. توجه میکنیم به همین شد میتوانیم شما را با داوران بازی امروز هم هجوم نوبتی امکانیت خیلی خوب با پاس رسانیده می شود. شهردین بابویف پاس به طرف یوبود، ضربه به طرف دروازه و توپ اینجا هجوم مرجعیات امکانیت خوب میتواند اینجا به وجود آید. ضربه دوباره با خیلی خوب امکانیت برای زدن ضربه متوجه میشویم. این بار دیگر اینجا دروازه‌بان مهرالدین حسنوف توپ را میگیرد و بعداً راست به پای رقیب میتید. دروازه خالی ماند. پاس کوتاه و میونه بین هم دادن فوتبالبازان اصولات ولی چشم شدند و اکنون حمله خوفناک ضربه و گل. فوتبالبازان این تیم کردن با هدف میرسند. میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم چگونه وارد جریمه گل میگردد، چگونه ضربه جان اماد توی جان تقاضا از ضربه خود را اجرا میکند و خیلی گل زیبا را این فوتبالباز به ثمر برساند. رومیش جلیلوف پس با عقیب پرتاب نوبتی ضربه و توپ اینجا پهلوتر از دروازه، اما یکی از حمله نخستین را در اجرای فوتبالبازان شهردین بابویف ارسال به داخل جریمه اندرک دیگر خیلی خوب بازی کردن فوتبالبازان دسته اصولات و پینالتی تعیین کرده خورشید دادوبویف. شهردین بابویف میزند ضربه او و بدون یگان امکانیت و گردیم چگونه خودی بازی بیان گردید. احمد شویف با قاعده و اصولات گذرد در صورتی که اگر امروز اصولات پیروز نگردد. ارسال به داخل جریمه گاه امکانیت برای زدن ضربه و گل. میتونیم بار دیگر متوجه بگردیم چگونه اینجا میتکوف هم پاسی خوب ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه. گفتیم در منتخب المپیک کشور بود هنگامی که به ازبکستان اولین مرتبه دسته المپیک را یافت. حمله نوبتی دسته استقلال ضربه به طرف دروازه و منوچهر جلیلوف این ضربه را اجرا کرد با پای چپ. پاس خیلی خوبی و با خط هجوم امکانیت بهترین پرتاب شهردین بابویف ضربه و چگونه شهردین بابویف این امکانیت را با گل انجام نداد. اما استقلال است اونجا کوشش کرد فرانچسکو مرجعیات و همین طریق دوستان ارجمند بازی دسته های اصولات و استقلال با نتیجه 3-3 جنبست می‌گردد.